this to us. Absolutely brilliant stuff. All of a sudden they go from not being able to play to absolute magic. سلام، باز هم به یک سری از اخبار داغ فوتبالی از تیرک خوش آمدید. منفیس دیپای به بارسلونا پیوست. بعد از کش قوس‌های فراوان بالاخره انتقال منفیس دیپای به بارسلونا رسمی شد. باشگاه بارسلونا در تابستان گذشته تلاش زیادی برای جذب بازیکن مورد علاقه رونالد کومان یعنی منفیس دیپای انجام داد، اما نهایتاً با مخالفت باشگاه لیون روبرو شد تا در آن مقطع انتقال ستاره هلندی به نیوکمپ منتفی شود. اما بارسلونا از جذب ستاره هلندی ناامید نشد و با ماندگار شدن رونالد کومان در این تیم این انتقال باز هم به شکل جدی توسط باشگاه کاتالانی پیگیری شد. همچنین در روزهای گذشته اکثر گزارش‌ها حاکی از آن بود که انتقال دیپای به بارسلونا قطعی شده و حتی خود او و همچنین رونالد کومان نیز به نوعی پیوستن این بازیکن به بارسا را تایید کردند. در همین ارتباط شب گذشته انتظارها پایان یافت و بعد از کش و قوس‌های فراوان باشگاه بارسلونا خبر از جذب ستاره هلندی را داد. این بازیکن حالا به خط حمله پرقدرت بارسلونا اضافه خواهد شد و در کنار ستاره‌های نظیر سرخیو آگورو و آنتوان گریزمان قرار خواهد گرفت. همچنین تمدید قرارداد احتمالی لیونل مسی خط حمله بارسا را برای حریفان ترسناکتر هم خواهد کرد و قطعاً یکی از امیدواری‌های هواداران این تیم برای موفقیت در فصل آینده خواهد بود. گفتنی است قرارداد این بازیکن 2 ساله خواهد بود و او پس از رقابت‌های یورو به شکل رسمی معرفی خواهد شد. یک مقصد غیر منتظره پیش روی سرخیو راموس. از ماها پیش شایعات زیادی در رابطه با آینده سرخیو راموس در رئال مادرید شنیده میشد. اسطوره باشگاه رئال مادرید مذاکرات زیادی با فلورنتینو پرز انجام داد، اما اکثرا گزارش‌ها حاکی از آن بود که دو طرف بر سر مسائل مالی و البته مدت زمان قرارداد با یکدیگر به توافق نرسیدند. این اواخر زمزمه‌های جدای راموس از رئال پیش از پیش شنیده میشد و طی روزهای گذشته این موضوع رنگ و بوی بسیار جدی‌تری به خود گرفت. در نهایت اتفاقی که پیش بینی میشد رخ داد و باشگاه رئال مادرید رسما از جدایی سرخیو راموس خبر داد. مطابق انتظار و بعد از قطعی شدن جدایی سرخیو راموس از رئال مادرید، شایعات در رابطه با آینده این بازیکن به اوج خود رسیده. گفته میشد که پاریس سن ژرمن محتمل ترین مقصد برای این ستاره اسپانیایی خواهد بود، اما در این حال از علاقه تیم‌های نظیر چلسی و منچستر سیتی به او هم صحبت شده است. اما جوزه پدرول، مجری برنامه تلویزیونی ال چرینگیتو، ادعای عجیب و غیر منتظره را مطرح کرده و مدعی شده که دومین تیم پر افتخار لیگ قهرمانان اروپا یعنی آس میلان مذاکرات خود را برای جذب سرخیو راموس آغاز کرده است. این شایعه در حالی مطرح شده که بعید به نظر می‌رسد میلان توانایی پرداخت حقوق بالای راموس را داشته باشد و انتقال او به سن سیرو کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. سپاس از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید. لطفاً برای حمایت از تیرک و شنیدن این گونه اخبار داغ فوتبالی کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید و برای باخبر شدن از ویدیوهای بعدی ما دکمه زنگوله را بفشارید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.